در سودی ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت مرافعه سودی نسبت شهروند عزیز عزیزوف که برای به هلاکت رساندن همسر خود از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیده بود به انجام رسید. گزارش از تالار سود. در مجلس اشکارای سودی که در سودی ناحیه باباجان غفوروف برگزار گشت، گناه سودشونده عزیزوف عزیز میر محمدویچ سال تولدش 1965 استقامت کننده دهه پستیغه جماعت دهات ایوان تاجیکی ناحیه کوهستان مستچاه در کشتاری همسر 43 سالش جمعیوا ملوحات مومینونا تصدیق یافت. یادرس می‌شویم که جنایت مذکور در حدود شهرک نوبنیاد سیحونی ناحیه باباجان غفوروف که اویلا موقتا آنجا استقامت می‌کرد شب 11 به 12 اکتبر سال 2018 صادر گردیده شهروند عزیز عزیزوف برای رویپوش کردن جنایت جسد را با سلیفانی پلی‌اتیلنی و متای سینتتیکی پیچانیده در چقری تقریباً 3 متری نزد بنای نفساختمان گورانیده برای پنهان نمودن جنایت خود مسئله ساختمانی را بالای آن خالی کرده است و آوازه پهن میکند که طلاق همسرش را داده از او جدا شده اویدی تقدیر من بعد ملوحات جمعه و خبر ندارد. بعد 8 ماه رویپوشی های قاتل به کارمندان مقامات میلیسیا میسر گردید که پرده از روی بی‌درک شوی زن برداشته گناهکار اصلی حادثه عزیز عزیزوف را بازداشت نمایند. طوری در رفتی حرکت‌های اپراتیوی و تفتیشاتی اشکار گردید انگیزه جنایت در زمینه ویران شدن مناسبت اویلاداری و بحث منزل به وقوع پیوسته شوهر که معیوب گروه یک میباشد با استفاده از اسبابغل به سر و روی زن میزند. کردار جنایتی باعث نووقت از حیات رفتن مادر شد که در تربیت 9 فرزند دارد، از جمله 3 فرزند او از اویلاداری مشترک با عزیز عزیزوف تولد شدند. در مرافعه سودی در اساس دلیل‌های ضمن تفتیشی پیشکی اشکار گردیده که گناه سودشونده را اثبات می‌کرد، سود عزیز عزیزوف را در صادر نمودن جنایت آدمکشی گناهکار دانست. عزیزوف عزیز میر محمدویچ با ماده 104 قسم 1 کد اسم توسان گناهکار دانسته شده و او در 3 قسم ماده جزای محکوم ساختن از آزادی به مدت 11 سال با ادای جزا در قانون اصلاحی دادن نظام سخت تعیین کرده شود. قصدانه بودن جنایت آدمکشی تعیین جزای وزین را پیش بینی نماید هم در برابر معیوبی پورا به گناه خود اقرار بودن و در تربیت داشتن 6 فرزند نابالغ حالتهای سبک کننده است که سود ضمن تعیین جزا به عینوبت گرفته سودشونده را به مهلت 11 سال تقویمی از آزادی محروم نمود. از روی حکم سود عزیز عزیزوف مهلت جزا را در کلون اصلاحی نظامش سخت ادا خواهد کرد که چنین مؤسسه اصلاحی برای جنایتکاران مخصوصا خفناک مقرر شده است.